تو آشپزخونه نازلی خانم داشت ظرفا رو میشست. بعد شما میایین تو آشپزخونه. بعد مهلا خانم میاد تو. مهلا خانم گفت وقتی اومده تو آشپزخونه شما رو دیده که وایسادین خیره شدین به نازلی خانم. نوشین خانم، من ترسیدم مثل شما که الان ترسید. بردار لامصب. فقط هرچی بود نازلی خیلی به هم ریخت، واسه همینم رفت فکر کنم. اومدم تو حال دیدم نازی که میشه برداشت رفته سمت در. یه لحظه وایساد یه نگاه کرد و رفت. نفهمیدم. تو اتاق خوابت روی تخت دراز کشیده بودم، یهو یکی درو محکم کوبید. من تو آشپزخونه بودم، رامین اومد یه چیزی نوشت روی کاغذی، زد به یخچال، بعدم رفت بیرون. الو ببین قطع و وصل میشه. میگم رامین چی؟ آخه قربونت یه چیزی گفتی زندگی دختره رو که هیچ. زندگی بیخیال بابا بیخیال. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. بردار سارا بردار. الو سارا. سلام. میدونم دیر وقته. نه نوشین خانم، من نتونستم بخوابم. شما دیشب کی رفتین؟ بعد از اینکه حالتون بد شد ما رفتیم، یعنی داد زدین سر همه و گفتین که بریم. داد زدم؟ آره خب نازلی خانم باهاتون تماس گرفت؟ مگه من زنگ میزد؟ نمیدونم من. الو سارا چی شده؟ ببین بابا برو یه جای وایسا آنتن بده تو این خونه لعنتیت. نازلی چی شده؟ نوشین خانم الو سارا من اصلا نمیفهم چی میگی. الو سارا چگاه خورده نوشی؟
چه گویی خوردی؟ الو رامی؟ نخور نوشین. وقتی ظرفیتشو نداری نخور. زندگی بقیه بستگی به ظرفیت تو نداره. مسخره تو نیست. میدونی نازلی بعد 5 سال زندگی چی بهم گفت بعد اتفاق امشب؟ نه میتونی بفهمی؟ گفت اگه تا 7 صبح برنگشتم دیگه سراغمو نگیر. میگم گفت اگه تا 7 صبح برنگشتم یعنی تموم، همه چی تموم. میشه به من بگی من چه گویی خوردم؟ میشه به جای مزخرفات بگی دقیقاً دیشب چه اتفاقی افتاد؟ الو رامی؟ الو ماشینم بذار من برای توضیح میدم یه چیزی واسه خودشون خودتو بذار جای من. من دقیقا اگه جای تو بودم این کارو نمی‌کردم. ببینم من هر توجیهی که میخوای برای من بیاری مهم نیست. بهم دروغ گفتی بهم دیگه دروغ گفتی دیگه دوست گفتی. من فقط یه چیزو بهت نگفتم، اونم به خود حالی که الان داری اصلا خوب کار کردم. خوب کار انسانی کردم، باباتم کار انسانی کرد. اسم بابامو نیار. دو تایی رفتین نشستین تصمیم گرفتین چی به صلاح من. دیگه من چند سالمه؟ بچه‌م من که تو برای من تصمیم گرفتی چند وقت میدونی؟ 5 سال. من 5 دقیقه تو کل زندگیمون تا حالا چیزی راستو پنهون نکردم. من تو 5 سال عروسک دادی دست من. برو کنار. عصبی شدی داد زدی سر نازلی. بهش گفتی خیلی احمقی. اونی که باید حواسش بهش باشه من نیستم، یکی دیگه است. ببینم منظورت به رامین بود؟ نوشین هستی؟ الو اینا رو ولش کن. وقتی بهت میگم جایی که رامین است منو دعوت نکن واسه همین موقعاست. میموندم تو حال میزدم لط و پارش میکردم. اومدم برم تو تراس سیگار بکشم که از دستشویی اومدی بیرون. صدای نازی رو شنیدم که داره سر رامین داد میزنه و اومدم تو حال دیدم نازی که پیشو برداشته رفته سمت در. یه لحظه وایساد یه نگاه کرد و رفت. نمیذارم یخچال شب گوش نشد بخور. سوسا درش بازه. استفاده نشده است، فقط درش بازه. نازلی کمک نمیخواد؟ نه زیاد. نوشین خوبی؟ نوشین چی میخواستی؟ الو نوشین خانم. بله هستین؟ من فقط همینا یادمه. بعدم که از دستشویی اومدین بیرون و رفتین نشستین روی کاناپه. نوشین خانم من یه چیزی بگم. بگو دیگه. از وقتی اومدم خونه نتونستم بخوابم. میدونین بعد از اتفاقای امشب اصلا
به همه چیزم با پیمان شک کردم. از سر شب تا حالا 10 بار زنگ زدم اما نمیتونم، نمیدونم، نمیخوام جوابشو بدم. نوشین خانم من ترسیدم، مثل شما که الان ترسیدین. بله، بچه هم که تو برای من تصمیم گرفتی چند وقت رامین میگه که تو اتاق خوابت داشته تلفنی صحبت میکرده. اینقدر درگیر بوده ذهنش، اینقدر فکرش مشغول بوده اصلا متوجه نشده که تو هم تو اتاقی. از سر شب رامین یه فاز بدی داشت. منم که طبق معمول داشتم گند و کثافتکاری رفیقاتو بعد از گند زدن به خونه میسابیدم. بعد یه تلفن رامین زنگ خورد. اومد سمت اتاق خوابت. بعد دوتایی از اتاق خواب اومدیم بیرون با یه حال آشفته و درب و داغون. یه لحظه، من تلفن رو 2 ساعت اینجا بس کردم، میگم شلوغه، میگم شلوغه، فردا بهت زنگ میزنم، باز دوباره از سر شب داری زنگ میزنی. یه لحظه آروم باش، من چی دارم بهت میگم. من اگه از نازلی بهنون کردم من دلیل داشتم، من دلیل خودم رو داشتم. یعنی چی؟ تو متوجه نمیشی. من نکردم نازلی دیگه اصلا دقیقا نزیزی خفه شو بابا. این بار چندمه که داره این اتفاق میفته. چندمین بار نوشین. یه حرفی رو میزنی نمیدونی زندگی طرف چی میشه. رامین زنگ زده به من پشت تلفن گریه که نازلی بهش گفته اگه تا 7 صبح برنگشتم قید همه چیو بزن. همینو میخواستی؟ نوشین بهت بر نخوره، ولی کم کم دارم فکر میکنم نکنه داستان جدایی من با مرتضی یه جورایی به تو هم ارتباط داشته. والا به هیچ چیز تو نمیشه اعتماد کرد. مهناز خانم بهم گفت که آقا رامین تو اتاق خواب شما داشته با تلفن صحبت میکرده. شما هم تو اتاق بودین. اما آقا رامین انقدر به هم ریخته بودن که اصلا متوجه بودن شما تو اتاق نشده. نوشین اینجوری که فکر میکنی نیست، یعنی این چیزی که شنیدی نیست داستانا. میدونم. میتونی به نازلی چیزی نگی؟ میشناسیش که اخلاقشو. فکر نمی کنی حقشه بدونه؟ دارم ازت خواهش میکنم میتونی نازلی چیزی نگی؟ میشه؟ از این آدم حالم به هم میخوره. نه اینکه فکر کنی برام مهمه، نه. رامین همش که چگونه روسیه با مهارتی خاص اطلاعات به ثروت برده و با تبدیل اون به سلاح به صورت هماهنگ علیه نامزد یک حزب استفاده کرده است. به افزود که هک شدن ایمیل های داخلی کمیته ملی حزب دموکرات و رئیس ستاد تبلیغاتی خانم کلینتون نامزد ناکام ریاست جمهوری و انتشار آن توسط سایت ویکیلیکس. یادداشت مچاله کردی انداختی زباله. نازلی میگفت فهمیدنش اونقدر مهم نیست، مهم اینه که رامین واقعیت رو بهش نگفته.
بعدم که از اتاق اومدی بیرون سر همه داد زدی، گفتی ساعت 1 شب گمشین برین خونه هاتون. بچه هم وسایلشون رو جمع کردن زدن بیرون. خود رفتی در رو بستی، اومدم در زدم گفتم نوشین، گفتی گورتو گم کن. منم در رو بستم رفت. همین. هیچ کدوم از اینایی که میگی یادم نیست. تنها چیزی که یادمه نازلیه که داشت به هم نگاه میکرد. میخواستم بالا بیارم. الو. زدی زیر حرفت نوشین. تو چشام نگاه کردی و قول دادی. مثل من که به یکی دیگه قول دادم. یادت میاد یه بار گفته بودن توی تاریخی ساعت که از 12 شب بگذره دنیا تموم میشه؟ نمیدونم کی بود، ولی میدونم من الان درست تو همون حالم. فقط ساعت تموم شدن من 7 صبح. 7 صبح. ببینم رامین، تو اگه به یکی قول بدی که بری یه کسی رو بکشی، توی شرایطی این قولو بدی، سر قولت وای میستی؟ نه بگو ببینم، سر قولت وای میستی؟ سلام. سلام. میتونم بیام تو؟ چقدر با هم ریخته است. دیگه اینطوری شده دیگه.